سلام حبایب قلبی عزیزان جانم، امروز اومدم با 4 تا کلمه‌ای که مربوط به شستشو و حمام هست عربی لهجه عراقی رو بهتون یاد بدم. با هم تا آخر این ویدیو باشید. خب کلمه اول خولی یعنی حوله. انطينا الخولي اريد انشف نفسي، یعنی به هم حوله رو بده. انطينا الخولي به هم حوله رو بده. ارید انشف نفسی، میخوام خودم رو خوش کنم. میخوام انشف یعنی خوش کنم، نفسی یعنی خودم رو. انطينا الخولي به هم حوله رو بده. ارید انشف نفسی، میخوام خودم رو خوش کنم. کلمه بعدی صابون، همون صابون خودمون. اريد اغسل ايدي بالصابون، میخوام بشورم دستم رو با صابون. اريد اغسل ايدي بالصابون، میخوام دستم رو با صابون بشورم. اريد اغسل ايدي بالصابون، میخوام دستم رو با صابون بشورم. بریم کلمه بعدی. لیفه یعنی لیفه همون لیفه خودمون که توی حموم هست میشوریم. اشتريت ليفه للحمام، یک لیف برای حموم خریدم. اشتريت لیفه للحمام. خب کلمه بعدی شامپو اونجوری بونه. شامپو همون شامپوی خودمون. الشامپو خلاص یعنی شامپو تموم شد. الشامپو خلاص، شامپو تموم شد. اوکی. الشامپو یعنی شامپوی خودمون. الشامپو خلاص یعنی شامپو تموم شد. بریم افعال یه بار دیگه دور بکنیم. انطينا الخولي یعنی بهم هولر بده. انطينا الخولي بهم هولر بده. ارید انشف میخوام خوش بکنم. خوش بکنم. از نشف ینشف میاد. اغسل یعنی بشورم. اشتريت یعنی خریدم. خلاص یعنی تمام شد. اوکی. الشامپو خلاص، شامپو تموم شد. حالا من بریم ازتون یک سوال بپرسم. میخوام ترکیبی از تمام اینا رو بپرسم. بگیم بهم لیف و شامپو و حوله برای همون خریدم. لیف و شامپو و حوله برای همون خریدم. توی کامنت به لهجه عراقی برام بنویس.